خب ضمن عرض سلام و ارادت مجدد، قسمت قبل ما با هم در خصوص یه دیکودر 3x8 صحبت کردیم که 3 تا ورودی داشت، 8 تا خروجی و عملا هم اون رو روی بورد پازج دیدیم. الان میخوایم در واقع با یک دیکودر 3x8 با پایه انیبل صحبت کنیم و خب بدین ترتیب ملاحظه میکنید که در قسمت اینتیتی یه مؤلفه دیگه نسبت به قبل اضافه شده، یعنی یه پایه انیبل جنسش ورودیه و از نوع استیدی لاجیک هستش. پس بنابراین عملا ما الان 4 تا ورودی داریم و 8 تا خروجی. در قسمت آرکیتکچر هم که همونطور که مکرر این جلسه با هم صحبت کردیم، ما دیتیل و در واقع محتوای اتفاق افتاده در ماژول رو به بحث می نشینیم و آنالیز می کنیم که حالا اینجا ما تو دیتیل این قسمت نمیریم، فقط اساس کارش رو در واقع داریم بررسی می کنیم. قسمت سمت چپ در قسمت سینتیسایز، ایمپلیمنت دیزاین و جنریت پروگرامینگ فایل، همونجوری که ملاحظه میکنید این تیکای سبز سگانه بیان کننده اینه که مدار در واقع آنالیز شده، سنتز شده و همه پارامترهاش هم درسته. خب ما این برنامه رو در تراشه میخوایم بریزیم، بنابراین عملا سخت افزارمون رو متصل میکنیم و پس از اتصال سخت افزار به مدار در حقیقت initial chain و بارگذاری برنامه جدید assign new configuration و اسم برنامه‌مون هم بود چی؟ دیکودر با enable. دیکودر با enable این فایل BTA بایستی فراخوانی بشه و در تراشه ریخته بشه که بدین صورت ما میتونیم برنامه رو چیکار کنیم؟ در FPGA بارگذاری کنیم و مشاهده کنیم. حالا نحوه عملکرد این که چطور در FPGA داره این در واقع کار خواهد کرد رو انشالله مجزا تو کلیپ بعدی خدمت شما نمایش میدم. ممنون، متشکرم.